همگی بشینن. نشست امروز ما سر پیچای گم شده است و ما از فراد جویچه، ششموی و بقیه کسایی که پیچای مردم خوردن میخوایم که هر چی زودتر پیچای مردم دوباره برشان برگردانند و این کلاهکای است ای آبی را که آقای فراد جویچه ساخته یک تهدید بزرگ بر منطقه می باشه. هر چی زودتر این کلاهکای است ای را باید خونسا کنند و با جایش مثل آدم خانه بسازند بر مردم خود و اگر اقدام به موقع نکنند ما یاد داریم که دلقکا و دلاکا را چه رقمی به ساز خود برقصانیم و این موضوع هر چیز زودتر همراه سنبخان کره شمالی در جریان گذاشته خواهد شد. و گفتنی دیگه ما بر داوود سرخوش، آریانا سعید و ششموی است. تا 24 ساعت آینده اگر ششموی جواب ما را نداد مویایش یکی یکی میکنیم. همچنان اگر آریانا سعید جواب ما را نداد چیزای ساختگی شکنده و دستور حمله را صادر خود کردیم.